آخرش تا جرمنی هم آسودگی نداره، تکلیف های داره که حتی تهدید میکنه آدم به مرگ، حیات آدم در خطر میندازه و او رای است که فروخته میشی. او را البته در و اختیار خودت نیست، سرت، مالت، کنار مادرهای خود، پدر خود، فامیل خود باشن و حتی جانهای خود از دست دادن و در خاک خود دفن شوند. خب هموطنان عزیز، همگیتان خوش آمدید میگم به برنامه دم اشک و دم لبخند با من ارشاد یعقوبی و بسیار خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما خوبان قرار دارم و البته نگفتن نبانه هموطنان عزیزم که باز هم خوشبختانه یک جوان بسیار عزیز، خوشکلام و احساسی را در برنامه داریم و از قصه های شاد زندگی خود همچنان بر ما قسم میکنه و از راه مهاجرت که چقدر سختیارات تحمل کرده و سپری کرده همچنان قسم میکنه. مطمئن هستیم که یک برنامه کاملا متفاوت است و همچنان احساسی است. پس چی خوب است که تا پایانی برنامه بیننده باشین و از برنامه لذت ببرین و کسایی که علاقمند مسافرت هستند پس باید برنامه را حتما یک بار بیننده باشن. خب هموطنان عزیزم، چی خوب است که منتظر باشین و در ادامه برنامه با مهمان عزیز ما بیننده باشین. ما خوش آمدین. خب عزیزان بیننده، قسمی که شما عزیزان در جریان هستین، مهمان عزیز ما در استودیو تشریف دارن و مهمان امروزی ما هستن عبدالجبار چکری که جوان فعال هستن و همچنان قصه های بسیار شیرین دارن. ان شاء الله تا پایانی برنامه بیننده باشین. چکری صاحب عزیز، بسیار زیاد خوش آمدید میگم خودت به برنامه. خوش باشین یعقوبی عزیز، سلام به شما و بینندگان گرامی که ما را همین حالا بیننده هستند. با عزت و سلامت باشی. خب جبار جان عزیز، چقدر عالی میشه که در آغاز یک معرفی مختصر از خود داشته باشی که عزیزان بیننده ما که تازه بیننده هستن همین لحظه با شما معرفت و آشنایی بیشتر پیدا کنم. چرانه عبدالجبار هستم، فرزند زکریا، یکی از مسئولین رشته نرسنگ در انستیتوت علوم صحی جهان. خرسند هستم که با شما در برنامه هستم. خدا کنه یک برنامه زیبا داشته باشیم. با عزت و سلامت باشیم. ما همچنان بسیار خوشحال هستیم در کنار خود جوان عزیز البته قرار داریم. خب چکری عزیز، چه خوب است که در این قسمت برنامه بر ما بگوین که رویاهای شیرین کودکیتان چگونه سپری شد، خاطره خوشی که در کودکی سپری کرده بودین اگر به یادتان باشه و بر ما و بیننده های عزیز مقایسه کنیم. کودکی خو یکی از بهترین لحظات زندگی می باشه. البته زیاد خاطرهای شیرین داریم که یکی از او بود که ما ادامه به درس خود دادیم در حالتی که هیچ کدام امیدی نبود برای شما. ما بازم به درس خود اولویت دادیم و این یک به ما خرسند است تا در اینجا رسیدیم. واقعا ان شاء الله که همیشه قسم موفق و سربلند باشین چکری عزیز. خب همچنان میشه که بر ما از این هم یادآور شوین که آرزوی بزرگتان از دوران کودکی چی بود که یک روز بخیر بزرگ شوین و به او آرزویتان برسین و آیا رسیدین یا نرسیدین؟ بله رسیدیم. آرزوی از کودکی بود که پدر ما در زندان پلچرخی بندی بود و او آزاد شود. البته که حال آزاد است، خدا را شکر. هزار بار شکر. ان شاء الله همیشه کنار شما خوشحال باشین جبار جان. خب جبار جان عزیز، بیاین کمی در مورد پلان های آینده دان همچنان بر ما بگوین که چی پلان های روی تز دارین در آینده نزدیک بخیر. البته که پلان های داریم. پلانم در آینده ای است که یک جراح قلب باشم در افغانستان و بتانم به مریضانی که هیچ اقتصاد نداره و نمیتونن تداویشان ما به گونه رایگان تداوی کنم. خب جبار جان عزیز، میشه که از این همچنان بر ما بگوین که راه مهاجرت قصه کنین که چگونه سپری شد، چی سختی ها و چی چالش ها رو سپری کردین در این راه. تمامش میشه که بر ما و بیننده های عزیز مقایسه کنین و همچنان کسایی که دزدار هستن میشه که همچنان شنونده باشن. در قدم نخست کسی که دوست داره در راه مهاجرت بره و این پلان داره تا ما پیشرفت میکنم، یک مفکوره بسیار منفی است و پیشرفت در وطن خود میشه. دیگر راه مهاجرت که از کمپانی حرکت میکنه، کمپانی کابل، تا آخرش تا جرمنی هم آسودگی نداره، تکلیف های داره که حتی تهدید میکنه آدم به مرگ، حیات آدم در خطر میندازه و جای نیست که در بین شوق شوه یا آدم کوشش کنه در اونجا باشه که یعنی بتانه با آسانی به هدفهای خود برسه. نه، به هدفهای خود در وطن خود کوشش کنیم برسیم و او رای است که فروخته میشی. او را البته در و اختیار خودت نیست، سرت، مالت، عزتت، جوانیت کلش در خطر است. البته بسیار یک رای است که زیادی جوانای مقبول ما با استعداد ما از بین در برش رفته و نتوانستند به هدف خود به خدا برسند.
جبار جان عزیز، میشه که بر ما از بگوین که چی سختی ها و چی چالش هایی را در راه مهاجرت سپری کردین، چقدر مشقت ها را تحمل کردین و عطا باشه که بیننده عزیز ما کسایی که نرفتن برشان آگاهی پیدا شود که چی یک راهی است. البته در قدم نخست ما که به بار اول رفتم حمایتگر داشتم، یعنی پدرم مرا حمایه میکرد و به بار دوم تا بار هشتم نتونستم که حمایتگر داشته باشم. حتی با مرگ خود تهدید شده، مرگ به چشم دیدیم، جوانایی را دیدیم که مردن و یک آرزو داشتن که در کنار مادرهای خود، پدر خود، فامیل خود باشند و حتی جانهای خود از دست دادن و در خاک خود دفن شوند. و حتی در بارانا 2 شب 3 شب در راه پاکستان و ایران، مرز پاکستان میگه به نام بونسر، یک مرز است. 3 شب ما در زیر باران خواب شدیم، به سرنوشت، البته سرنوشت ما معلوم نبود و با ما رفتار میشد که با حیوانات میشه، به ما غذا انداخته میشد از دور. یک رومی و یعنی رومی میگه ما شما، یک تانان یعنی قنان به ما داده میشد و به بسیار سختی زندگی را ادامه میدادیم و به یک آرزو بودیم تا بمریم. خدای نخواسته، خدای نخواسته. خب جبار جان، واقعا که آدم زیاد متاثر میشه و جگرخون میشه به هموطنان عزیز ما و جوانان عزیز ما، چقدر هر کسی در هر جای از هموطنان ما سختی ها رو میکشن، با چالش ها و مشقت ها روبرو میشن. خب جبار جان عزیز، واقعا که آدم بسیار متاثر میشه و جوانان عزیز ما رو میبینیم که چقدر سختی ها رو میکشن و چقدر مشکلات متحمل میشن، کسی در یک راه، کسی در دیگه مسیر. و واقعا بعضی اوقات وقتی آدم میشنوه و میبینه، باز آدم هیچ کنترل کردن نمیتونه. خب جبار عزیز، دیگه چی قصه دارین از راه مهاجرت؟ کدام خاطره باشه یا خاطره شیرین یا تلخ باشه که شما رو برای بیننده عزیز ما قصه کنین؟ راه قاچاق خاطره شیرین نداره یعقوبی عزیز و خاطره تلخش 14 شب در شب، البته در اردوگاه شیراز در ماه مبارک رمضان، بدون غذا و بدون آب، در اردوگاهی که گنجایش 500 نفر داره، ما 1.5 نفر نگهداری می شدیم. کسایی که پول دارن و کسایی که از اتاق گرفتاری می شدن و می آمدن در اونجا با ما از لحاظ غذا کمک میکردن و نانهایی را خوردیم که حتی پنک زده شده و ما خوردیمش. آبهایی را خوردیم که کرم داشته. در مرز ترکیه تقریبا 6 ساعت 7 ساعت در 1 متر نیم متر برف ما پیاده مزل کردیم. بازم جال بریدیم، سیم خاردار بریدیم، کتی مرمی خورده جوانا و دست و پایش هم میشکنانن. البته بسیار سخت است. دوستای ما دستای ما جان دادن، بسیار خوشایند نیست. واقعا که هیچ نمیفهمم چی بگویم و چقدر واقعا یک راه سخت است و امیدوار هستم جوانای عزیز ما اصلا ایران را انتخاب نکنن، در کشور بمانند، درس بخوانند، تحصیل کنند و اگر بسیار دوست دارن برن، میشه که از راه تحصیلات خود زحمت بکشن، از ایران برن، چون جوانای ما بسیار سختی را میکشن، واقعا روزای سختی را متحمل میشن.